یه عکس دیگه هم از آقای هاشمی رفسنجانی دارم که خیلی ریاکشن آدما تو این عکس برام در واقع جذابه. اردیبهشت 1393 بود. من توی روزنامه کار میکردم، هلوش 4 ولی است. ظهر بود، طبق معمول اومدم سر کار، دیدم کوچه چقدر خلوته، معمولا اونجا قلقله است و جا پارک نیست و اینا. یه جا پارک هم بود و اومدم خیلی شیک پارک کردم و تا پارک کردم یه آقای کت شلواری اومد و زد به شیشم، گفت که خیلی محترمانه گفت که لطفاً اینجا پارک نکنید. به این نگاش کردم و گفتم برو بابا. بعد پارک کردم، بعد تا پارک کردم میخواستم پیاشم دیدم بیسیمشو برداشت، گفت که یه جرثقیل بفرستید. گفتم خب باشه دیگه، حالا جرثقیل لازم نداره و اینا. بعد یه زمان اومدم پایین دیدم آره فضا یه جوریه و اینا، فهمیدم که مثلا این شخصیتی که احتمالاً اومده بازی، چون که بغل روزنامه ما در واقع دانشکده هسته‌ای دانشگاه امیرکبیر بود و اینا. این تیم حفاظت و این در واقع مفصل بودن مامورا و جرثقیل و آمبولانس و این داستانا معلوم بود که شخصیت خاصی بود. به هر حال ما ماشین رفتیم گذاشتیم به جای دیگه و رفتیم تو بخش خودمون و بخش عکس و همکارام و اینا. 2 تا اتاق داشتیم که بالکنش رو به، یعنی بالکن داشت و رو به در واقع خیابون مجاورش بود که اهل عبور مرور بود و یه خیابون بنبستی هست و که در واقع انتهای اون کوچه هم که این دانشکده در واقع اگه اشتباه نکنم هسته‌ای دانشگاه امیرکبیر اونجاست. یه ذره گذشت دیدیم سر و صدا میاد و اومدم تو بالکن دیدم آره یه سری از دانشجوها اومدن و پلاکارد اعتراضی اینا دستشونه. بعد تیم این در واقع این ماشینا که رد شدن، خب آقای هاشمی یک بنز داشت سرمه‌ای رنگ بود و یکی 2 تا ماشین شاسی بلند و موتور سواری که 2 پشته بودن و اینا، 2 تا ترک داشت. تیم حفاظت مشخص بود اصلا آقای هاشمی بنزش و این تیم تشریفاتش و حفاظتش که رد میشد متوجه میشدی که ایشون آقای هاشمی رد میشد. دیدم که آقای هاشمی رفت و من تو بالکن، ولی خب دوربینم آماده بود و فکر کنم 1-2 ساعت طول کشید که مشخص بود دیگه تیم حفاظت بخشش اومد رد شد و بنز آقای هاشمی رفسنجانی مرحوم حرکت کرد و یه ماشین شاسی بلند اگه اشتباه نکنم جلوشون بود، یه موتور 2 تا محافظ و اینا اومدن از جلوی این دانشجوهای معترض که همه پلاکارد نوشته بودن مثلا با مضامین مذاکرات هسته‌ای و در واقع دخیل نکردن دانشگاه تو بحث‌های سیاسی و بعد در مورد شعارهای بعد اتفاقات 88 که افتاده بود و اینا اومدن رد بشن. یهو بنز آقای هاشمی وایساد و تیم حفاظت همه اومدن پایین و آقای هاشمی در عقب باز کرد اومد پایین و این مواجهه برای من خیلی جذاب بود. خب عکاسای دیگه فکر کنم خبرگزاری فارس بود، ایسنا بود، خبرگزاری تسنیم بود، همه بچه‌ها پایین بودن ولی من مشرف بودم از بالا داشتم نگاه می‌کردم. آقای هاشمی که از ماشین اومد، خب این دانشجوها شعار میدادن یا پلاکارد دستشون بود، یهو همه شروع کردن به لبخند زدن به هم دیگه. این شعار تنده بالا بود ولی خب آقای هاشمی فکر میکنم مثلا 20 ثانیه یا مثلا حالا دیگه حد اکثر 1 دقیقه شروع کرد با این دانشجو صحبت کردن و فضای لطیف شد. هم آقای هاشمی میخندید هم اون دانشجو. خب من نمیشنیدم اصلا در واقع دیالوگی که بین این آقای هاشمی و دانشجو داره برقرار هست و نمیدونستم چی هست اینا. ولی از بالا که این فضا رو داشتم میدیدم دیدم چه باحال این شخصیت سیاسی که تا 2-3 ساعتی پیش این دانشجو اعتراض میکردن، پلاکاردهای تون نوشتن، بعد رخدادهای اتفاقایی که 88 بوده مثلا علیهشون خیلی صحبت شده، ولی مواجهه که این از فاصله نزدیک بی واسطه جلو هم دیگه وای میسن و همه با لبخند و با احترام، با احترام، یعنی انصافا دانشجویان بسیار محترمانه و آقای هاشمی خب خوشخنده و اینا صحبت کردن، سوار شدن و رفتن و دانشجوام رفتن و من تونستم که در واقع اون عکس از نمای بالا بگیرم و یه سری دیتیلای جالبی داره دیگه این ریاکشن این آدما نسبت هم، شعارهای وجود داره، تناقضی که بین شعارها و لبخندایی که تو صورت دانشجوها و آقای هاشمی وجود داره و تیم حفاظتش اینا. و یادم هست که اون سال دادم یکی از خبرگزاری‌ها این مجموعه عکس منتشر کردم و جزء یکی از برنامه‌ها یا رخدادهایی که همیشه توی ذهنم بوده و خیلی این عکساشو دوست دارم و برام جذاب.